سلام، نام من ربکا. آیا خدا اجازت می دهد که مشروبات نوشیم؟ در این ویدیو جواب از کتاب مقدس پیدا می کنیم و امروز انجیل یوحنا فصل دوم با هم می خوانیم و می بینیم چی میشه. اول میخوام شما بدونیم که در این فصل عیسی مسیح و شاگردانش به یک جشن عروسی میرن و میبینیم چی میشه. یوحنا باب دوم. در روز سیوم در قانای جلیل توی عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود. عیسی و شاگردانش را نیز به توی دعوت کرده بودند. چون شراب کمی کرد، مادر عیسی به او گفت: شراب ندارند. عیسی به وی گفت: تو را با من چیکار است ای زن؟ ساعت من هنوز نرسیده است. مادرش به خدمتگاران گفت: هرچی او به شما گوید به جا آورید. در آنجا موافق آیین تطهیر یهودیان 6 کوزه سنگین ایستاده بود که غنجایش هر یکی 2 یا 3 بط بود. عیسی به آنها گفت: ظرفها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز کردند و گفت: اکنون کشیده به سردار بزم برید. و آنها بردند. چون سردار آبی به شراب مبدل شده را چشید و ندانست که از کجاست، زیرا فقط خدمتگارانی که آب را کشیده بودند می‌دانستند. و سردار داماد را خوانده به وی گفت: هر کس اول شراب خوب را می‌دهد و چون مست شدند بدش را می‌آورد، لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشته ای. این ابتدای معجزاتی بود که عیسی در قانای جلیل نشان داده جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. خیلی خوب، پس در این داستان میبینیم که عیسی مسیح وقتی در جشن عروسی بود، خب اونا شرابشون تمام شد. خب و عیسی میخواست اونا ادامه بدن، جشن بگیرن. پس او آب به شراب تبدیل کرد. در این میبینیم که خدا اجازه میدهد که ما شراب می نوشیم. خب پس اشکالی نداره که مشروبات میخورین، ولی البته نمیخواهیم که زیاد بخوریم. خوب نیست که اگر هر روز شراب میخورین، خوب نیست. پس خدا میخواد که ما جشن میگیریم، ولی نمیخواد که ما خیلی زیاد میخوریم هر روز و میدونیم که این برای سلامت خوب نیست، برای کارتون خوب نیست، برای زندگیتون خوب نیست. و میبینیم که اونایی که زیاد مشروب میخورند، خب اثر بدی داره در زندگیشون. پس باید مواظب باشیم، ولی خدا دوست داره که ما اشکالی نداره، میگم که ما مشروبات بنوشیم. خب الان ادامه میدیم، میبینیم چه دیگه هست در این فصل و چه دیگه راجع به عیسی مسیح یاد بگیریم. پس از آن او با مادرش، برادرانش و شاگردانش به کفرنحوم آمد و در آنجا ایامی کمی ماندند. و چون عید فیس یهودیان نزدیک بود،
عیسی به یروشلیم رفت و دید که در معبد فروشندگانی گاو و گوسفند و کبوتر و صرافان نشستند و تازیانه از ارغمچین ساخته همه را با گاو و گوسفندان از معبد پیش کرد و تنگه های صرافان را پاشیده میزهاشان را چپه کرد و به کفتر فروشان گفت اینها را از اینجا گرفته برید و خانه پدری مرا خانه سوداگری نسازید. و شاگردان او به خاطر آوردند که نوشته شده است رشک خانه تو مرا خورده است. آنگاه یهودیان به او رو آورده گفتند با ما چه علامت نشان میدهی که این کارها را میکنی؟ عیسی در جواب آنها گفت این معبد را ویران کنید و در 3 روز من آن را برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند این معبد را در ظرف 46 سال بنا کردند و تو آن را در 3 روز برپا میکنی؟ لیکن او درباره معبد بدنی خود سخن می گفت. وقتی که او از مردگان احیا شد شاگردانش به خاطر آوردند که او این را به آنها گفته بود و به نوشته ها و به سخنی که عیسی گفته بود ایمان آوردند. و هنگامی که در عید فیصح در یروشلیم بود بسیار کسان معجزاتی را که او نشان میداد دیده به اسم او ایمان آوردند. لیکن عیسی به آنها اعتماد نکرد، زیرا که همه را می شناخت و احتیاج نداشت که کسی درباره انسان شهادت دهد، زیرا که آنچه در انسان است خود می دانست. خب عالی عالی. چند نکته خیلی مهم یاد میگیریم از این قسمت. خب اول میبینیم که وقتی عیسی مسیح توی معبد رفت و دید که اونایی چیزهای میفروشیدند اونجا، او خیلی ناراحت شد چون گفت خانه پدرم خانه دعا هست. خب نه یک فروشگاه، نه برای خرید و فروش. خب و ما میفهمیم که این چیزها وقتی زنمون در خرید و فروش یا چیزی دیگه هست، ما نمیتونیم خدا را عبادت کنیم. پس عیسی مسیح میخواست که اونایی که به معبد می آمدند حاضر بودند برای عبادت و این نمیخواست که اونا راجع به فروش، خرید و فروش فکر میکردن. خب پس نکته دیگه هست و ببخشید میدونم که لهجه‌ام کمی عجیبه، سعی میکنم لهجه‌ام عوض کنم به زبان تاجیک، ولی کمی مشکله چون زیاد فارسی ایرانی عادت دارم و مشکل هست با عوض کردن این لهجه. خیلی خوب، با هم لهجه امریکی دارم، ببخشید. خب ولی خب نکته دیگه چیه؟ خب نکته دیگه اینه که عیسی مسیح اونا رهبر یهودیان میخواستن بدونن چرا اینطوری این چیزها انجام میدین. خب و عیسی مسیح راجع به او گفت که اگر این معبد ویران کنین من 3 روز بعد در 3 روز دوباره درستش میکنم. خب و
این عجیب بود، کمی عجیب بود. اونا گفتن خیلی وقتی طولانی بود که این معبد طول کشید تا ما این معبد درست کنیم، ولی ساختیم. ولی عیسی مسیح راجع به اون ساختمان حرف نمیزد، راجع به بدن خودش حرف میزد. این خیلی عجیبه، ولی وقتی داستان راجع به زندگی عیسی مسیح کاملا میفهمین چی میگه، چون بعداً اونا عیسی مسیح رو مصلوب میکنند. خب عیسی مسیح در روی صلیب مرد برای گناهان جهان. خب و در روز سوم او احیا شد و در این فصل شنیدید که عیسی مسیح راجع به احیا حرف میزد. خب پس خیلی خیلی فصل مهمیه و جالبه و امیدوارم که چیزی از این یاد گرفتید و امیدوارم میتونیم دوباره حرف بزنیم. خب اگر این ویدیو دوست دارید لطفاً به این کانال سابسکرایب کن و اگر شما کتاب مقدس ندارید، یک خانم هست در تاجیکستان اسمش استر است و او برای شما یک کتاب مقدس فراهم میکنه مجانی. پس در این ویدیو زیر این ویدیو کانال استر پیدا میکنین، میتونین با او تماس بگیرین و یک کتاب مقدس برای خودتون بگیرین. خب و دیگه چی؟ اگر دوست دارید آنلاین کتاب مقدس بخونید، زیر این ویدیو هم لینک هست، میتونین خودتون بخورین و ادامه میدیم. ما هفته بعدها ما با هم کتاب مقدس میخونیم و بیشتر راجع به عیسی مسیح یاد بگیریم. خیلی ممنون. نه نمیگین ممنون، چی میگین؟ مرحمت. رحمت. خب رحمت و روز خوب داشته باشی.